داداش ترفند درخت تخم مرغ اومده و تو بلدش نیستی. بیا بهت یاد بدم. یه دونه تخم مرغ این شکلی بشون، بریزش و بیا یه دونه بادمجون رو این شکلی نصفش کن و بعدش چیکار میکنیم؟ تخم مرغ رو سرش رو این شکلی یه مقداری ازش سوراخ میکنیم و سر بادمجون رو میکنیم داخلش، یه مقداری هم کوچیکه، آره جاشو داخلش، و همین راحتی. حالا میام چیکار میکنیم؟ تخم مرغ و این بادمجونمون رو این شکلی میکاریم داخل خاک گلدونمون، یکم هم آبیاری انجام میدیم که قشنگ فضا رطوبتیشه، روش هم میپوشونیم. بعد 30 روز به چه جوونه‌ای هم زده، نشون میده که این ترکیبمون زنده است. یه طرف هر زمینگار کنارش در اومده که اونم جدا میکنیم ازش، یه مقداری آبیاری انجام میدیم و می‌خوایم تخم مرغ رو از داخل خاک در بیاریم این ترکیبمون رو. به همین راحتی بادمجونمون ریشه زده و پیوند انجام شده. به همین راحتی یکم میشونیمش، قشنگ ریشه ها رو نشونتون بدین داداشمونم. به همین راحتی اصلا هیچ مشکل نداره. این شکلی تخم مرغ شده 9000 تومان دیگه، با طرفم بازارت بره، بازار طرفنداری یه مقدار آبیاری انجام میدی، رطوبت براش فراهم شه. بعد 45 روز به درخت تخم مرغ ما آماده است. داداش ترفند درخت تخم مرغ